برای گیریم پوستمون از 3 تا نقطه لیفت باید کمک بگیریم. اولین جا از آرک شکستگی ابرومون هست که میشه لیفت ابرومون. دومین نقطه از لیفت چشممون که از انتهایی ترین موجه مشتری به پره بینی خط وصل میکنیم و این زاویه میشه زاویه لیفت چشممون. نقطه سوم ما جایی که گوش به سر وصل شده، گوش مشتری رو در نظر میگیره، از این قسمت به سرشون وصل شده. این 3 تا نقطه رو در نظر میگیریم و طراحی صورتمون رو انجام میدیم. اولین انتظاری که داریم میخوایم گونه سازی براشون انجام بدیم. برای اینکه گونه سازی رو انجام بدیم از نقطه لیفت صورتمون زیر کات گونهشون یه خط طراحی میکنیم. انتظار دوم میخوایم صورتشون رو از حجمش کم بکنیم، به ارتفاعش اضافه بکنیم. برای این از قسمت لاله گوش به پایین به سمت داخل صورت تیرگیامون رو ایجاد میکنیم. از قسمت گپشون یه نیم دایره طور ایجاد میکنیم، میاریم زیر استخون فکمون. جای بعدی از نقطه لیفت چشممون به کناره لب یه خط باید وصل شه. این نقطه لیفت چشممون باید به لبمون وصل شه و همزمانی خطمون رو قطع بکنه که این قسمتی که ایجاد شد جای درست رشگونه ما هستش. ناتورینگ یا بایتینگامون رو اولین جایی که باید بندازیم زیر چشممون، از زیر چشممون به نقطه لیفت چشممون وصل میکنیم و تا شقیقه ادامه میدیم که صورتمون لیفت رو کشیده بشه. جای بعدی که باید ناتورینگ انجام بدیم زیر کات گونه است. زیر کات گونه رو یه مثلثی طور میکشیم، داخلش رو پر میکنیم. ما بین این خطای تیره روشن کار میشه، صورت فرم بگیره. زیر گپ چونمون هم روشن کار میکنیم. شروع میکنیم به فید کردن. برای فید تیرگی ها از براش استفاده میکنم. ضربه ای سر جای خودش و به بالا لیفتش میکنم. تیرگی ها سر جای خودش فید میشه. بعد از اینکه یه حالی نیمچه فیدی رسیدم، به این حال رسیدم، رشگونه ضربه ای سر جای خودش و به بالا لیفت میشه. برای روشنی ها از بلندری که کرم به خوردش هست استفاده میکنم. از اونجایی که هرچی خط و مرز بمونه تو میکاپ با تکنیک های جدید ما ضعف آرتیست رو نشون میده، شما باید مرزگیری هم انجام بدید. مرز بین روشنی ها و تیرگی ها و رشگونمون با بلندر محو میشه. که کانتور چرب کار کردیم، بعد فیکس کردن با کانتور پودری بولدش میکنیم و جایی که رشگونه کار کردیم مجدد رشگونه پودری کار میکنیم.